درود خداوند بر شما بینندگان گرامی حاضر چی خیل میریم موزه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و با چی خیل میدرویم طرز در آمدن بلیط خریدن چند سومه در درون موزه چی چیزا هسته حاضر میدرویم برای شما پیشکش میکنیم همه کسا تماشا میکنیم لایک را میزنیم که نوار 5 دستگیری یا تو نبروری رفته بین همه کسا این ها برادران میویم دروازه 307 دیدیم همین 307 دروازه درست همونجا میریم رفتیم این ها برادران که میویم دیدیم دروازه 307 اینا دروازه 307 هم که میویم راست موزه میدرویم اینا اومده موزه دیده اینجا میویم موزه اینا برادران اومده موزه اینا برادران اینجا بلیط اینجا میخریم نرخ چیپتا 40 ریال باز ما چیپتا داریم ما درآمد شون اینا برادران ما در اومدیم دیدی اینا اینجا جای زل اجیدنی داره اینا برادران پرزیدنت تو اندایجا دیدی توجیکستان امامعلی رحمان برادرای جاکی بدای میرزیویف بدای هر دولت ها بده اصلا نمیجا دگان گرامی باور کنه کو ما درون موزه در اومدم کو والله به حد چیزای زورا عکس کردم به حد چیزای خوبه مخصوصا یکمی نداره پیدایش تاریخ یعنی اسلام چه پیدا شده پیدایشش مخصوصا ای مکه سر میکنن ای مکه میآید تو همون مدینه را یک چیزی از همه مهمه برای شما گام میزنم وقتی که مردم مکه میرن میگن که توالت خونه ابو جهل میگن برادرای خیلی گاب نبده او توالت خونه ابو جهل نبده خیلی گاب نبده خیلی چیز نیست میگن همش پادرو ندیدم همه خیکو مکه تراس کرده این نیاخ نیده دیدیش که مکه تراس کرده یک تبایت تکو نشان میده خونه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بالای کی مروه بده بعد برادرها خانه های همو او میگه که این خانه کافر بوده این خانه توالت میچی بوده اونجا میگه همش همو خانه های کیا بودن کافرها بودن و یا کو مقصد پدراشون دین قبول نکرد فرزنده رو دین قبول کرده است در اون خانه زندگی کرده هستن برای برادرها وقتی که میره مکه میره نگه خود توالت ابو جهل نگه تو در همون جای خیلیش میگه که تو پیشاب نکنیم حج قبول میشن اعوذ بالله خیر حاجیش هم خیلی میگه این خیلی گپ نیست برادرها و مقصد مدینه وقتی میریم یکی آدم میگه که این خانه حضرت ابوبکر رضی الله عنه در کجای خونه حضرت عمر رضی الله عنه در کجای خونه حضرت عثمان رضی الله عنه در کجای خونه حضرت علی در کجای برادرها خونه یا همش اوجه در حدود مسجد اوجه داخل شده گیاد بعد چیز دیگر ایاتو نبروه که همین جنت البقیه کو همین جنت البقیه وقتی که میوه در بالا در بلندی همین در وقتش در پستی بده همین مسجد همین تریتوریو در بلندی بده برادرو همین مدینه همین تریتوریو مسجد در بلندی بده یک کندگی دشت کرده خیلی میگه که همین جنت البقیه تو با در پستی بده بازی در بلندی غلط کرده من نمیدونم چه که زمین بر اومده این چه جمع حیران و مخی همین خیلی گفتن همین خیلی در مکه همین چیزا نشون میده با برادرو خونه همین صحابه همش در درون مسجد فقط چی در مسجد اومدگی نیست خونه دختر جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمش چیه فاطمه خونه فاطمه مادرمون برای در همین تریتوریا همین جا در کجای همین جا بودگی خونه فاطمه در همین جا بود برادرها وقتی کدومت که میوین اول کی نه کی اینجا کی جای کی میره لا وقتی که میین اول موزه همینجا دیدن کنه موزه دیدن کنه
ай музей дидан ки вақте ки музеоро ки диде ай таърихи ҳамун давра шумо огоҳ мешавед. барои бародаро чӣ гуфтанем дастгирияту набуре иншаалло ки навори ояндаи мо равза чӣ хел тариқи равза чӣ хел медроем барои шумо иншаалло пешкаш мекунам равзаро пешкаш мекунем баъд даре ки ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом медромад кадом дар медромад ба шакли одамизод медромад ҳамаша иншаалло барои шумо падробна нишон метавам боқимода аллоҳ ҳама тариқаҳо боша зинда ва сарбаланд бошед дастгирияту набуре Мину, мистер Алик. Салом.